سلام سوسو جون، چی شده؟ چرا دوباره ناراحتی؟ سلام سوما جون، هنوز یه هفته از اول ماه نگذشته اما کارتم خالیه. خب حتما زیاد خرید کردی. اما من چیز خاصی نخریدم. همه دقیقا همینو میگن. چیز خاصی نخریدم. بیا سه اشتباهی که باعث میشه پولت قبل از آخر ماه تموم بشه رو بهت بگم. چی سوما جون؟ اشتباه اول خریدهای کوچیک و بدون فکر. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی میری خرید هر چیزی که میبینی و دلت میخواد و فکر میکنی که کوچیک و مبلغ زیادی نداره رو میخری. مثل قهوه، اسنک، خرید اینترنتی. وای سوما جون، من بدون قهوه اصلا نمیتونم زندگی کنم. خب یه قهوه است دیگه. مشکل همین فقط هاست. قهوه هم که یه مثال بود. ولی وقتی هر روز مبلغ کمی خرج میکنی آخر ماه یهو میبینی مبلغ قابل توجهی از حسابت کم شده. یعنی میگی دشمن پولای من یه قهوه است؟ نه عزیز من، دشمن تو تکراره. خریدایی که کوچیک و بهشون نیازی نداری رو انجام میدی و هر روز اون کار رو تکرار میکنی. یعنی دیگه یه قهوه هم نخورم؟ نه، من چنین حرفی نزدم. پس چی؟ مشکل اینه که خیلی از این خریدها ناآگاهانه انجام میشه. قبل از هر خرید از خودت بپرس من فقط دلم میخواد این چیز رو بخرم یا واقعا بهش نیاز دارم. 10 ثانیه قبل از خرید از خودت بپرس اگه الان این چیزی که میخوام و نخرم آیا فردا ناراحت میشم؟ که معمولا هم جوابش نه هست. سوما جون، فکر کنم جواب من همیشه بله باشه. خب بریم سراغ مشکل دوم. خریدای احساسی. یعنی چی؟ یعنی وقتی حالت بده و حس خوبی نداری میری خرید میکنی که حالتو خوب کنی. دقیقاً. دیروز حالم بد بود، رفتم کلی خرید کردم. خب بگو ببینم الان حالت بهتر شد؟ راستشو بخوای حال خودم که آره، اما حال کارت بانکیم خرابه. این اتفاق برای خیلیا میفته. وقتی که عصبانی و ناراحتی مغز دنبال یه حس خوب فوری میگرده که سریع حالتو خوب کنه. معمولا خرید کردن حالتو خوب میکنه اما بیشتر اوقات بعدش پشیمون میشی. یعنی مغزم منو گول میزنه کارتمو خالی کنه؟ بله، برای راه حلش یه قانون ساده هست. 24 ساعت صبر کن، فردا میبینی اون چیزی که میخواستی بخری دیگه برات مهم نیست. پس چجوری حالمو خوب کنم؟ خب چیزای زیادی هست. میتونی موزیک گوش بدی، فیلم ببینی، با کسایی که دوست داری صحبت کنی، قدم بزنی و خیلی کارهای دیگه. نمیدونم، شاید بشه. پس تلاشتو بکن. حالا بریم سراغ اشتباه سوم. برای چیزایی که خریدی ندونی چقدر پول خرج کردی. حالا یه سوال، توی این هفته خریدایی که انجام دادی میدونی چقدر بابتشون پول خرج کردی؟ سوما جون، راستشو بخوای نه، نمیدونم. اگه ندونی پولت کجا خرج میشه نمیتونی جلوی خرجای اضافی رو بگیری. خب تو بگو چی کار کنم؟ هر شب هزینه‌های اون روز رو یادداشت کن و اول هر ماه پول برای هزینه‌های ضروری مثل پرداخت قبض کنار بذار. ولی خیلی سخته. زیاد زمان بر نیست، چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه. اما اینو یادت باشه پولدار شدن همیشه با درآمد بیشتر نیست، بلکه با مدیریت بهتر هم امکان پذیره. حالا داری چی کار میکنی سوسو؟ سوما جون، دارم لیست خریدای ضروری و غیر ضروریمو مینویسم. عالیه، امیدوارم که همیشه کارتت پر از پول باشه.